بچه خیلی خوش من به ویدیو. بچه من قراره برم توی ویدیو ابوالفضل 4 سایکل بخندیم. ببینیم اگه 3 بار بخندیم باید مجازات انجام بده. توی قسمتش هم با هرجان میریم، هر کی بیشتر بخنده مجازات انجام بده. آلای تای آلای انجام بده ببازه هرجان ببازه هرجان. اگه با هم بوزیم باید ببازه قشنگ باید ببازه. بیا بریم همه چیزو بگیم. بس داری منو تهدید میکنی؟ میدونی که کسی جرأت همچین کاری رو نداره. ببین لاله داری بریم کمک میکنی، ازتم خیلی ممنونم، اما تو یه وقت تلف نمی کنم من براتون، وقت تلف نمی کنم. این وقت تلف کنیم بریم بچه من یه بارم ما خواندم انگار داری حسابش میکنی. نباید بخندم چی تموم میشه. بریم فلفل قرمز، فلفل قرمز من نمیخورم. شهر تو دماغش چیکار کنه؟ درد از اینجا تا اونجا. یارو دیوونه شده. بیفتی زمین ایشالله. یعنی چی؟ انقدر اینو دوست دارم میخوره با مغز تو دیوار. همش هم یه آهنگو میخونه، خدا رحمتش کنه. آهای جان قبول دارم جدی. یعنی چی؟ نه یعنی چی؟ چرا باید با مشت بکن؟ کرم داره میزنه دستشو تو دردش بیاد. من میخوام بگم خیلی زور دارم به مقوا مشت میزنم. چرا آخه به فلز میزنی؟ آخه چرا باید مشت بزنی که دردت بیاد؟ به خاطر چند تا لایک؟ تو وزنه با مشت میزنه. واقعا من فلفل رو میخورم. خوردن ها رو کات نکنی. کات نمی کنم. 3 2 1 خوردی؟ زنده یعنی یک شوخی به فنا رفتم. تو چجوری هنوز داری میخوری؟ اینجا آهنگشو نمیذاره به خاطر کپی رایت. ایشالله ول بشه. ایشالله ول بشه. آها اینجا ترکی دلم مگه فیلم داره؟ اینو اگه بکنه خیلی خنده داره چسبه رو میکنه. خب به چوخی از اینجا معلومه. نه من نمیخندم، من دیگه نمیخندم. نه تو رو نمیگم. این جونیور لژند. همون جونیور لژند. خب اینجا هم قراره با شکم بره اونجایی که چی سنگ بود؟ 3 2 1 خوردی؟ دوست دارم بهش بگم تاریخ رو یعنی تکرار شدم. یک شوخی به فنا رفتم. تو چجوری هنوز داری میخوری؟
اینجا آهنگشو نمیذاره به خاطر الان کپی رایت. ایشالله ول بشه، ایشالله ول بشه. آها ترکی به دخترم خیانت میگه ریزی اینجا اما بار اینجوری دلم خونه. چه رفتی داره ها؟ متاسفم اینو بکن، اینو اگه بکنه خیلی خنده. داره چسبون میکنه. چجوری شده؟ خوشحالم که بچه ها لاله جونم باید قیافه باید قیافه برگزده خب به چخی از اینجا نه معلومه. من نمیخندم، من دیگه نمیخندم. نه تو رو نمیگم، این آه جونیور جونیور همون جونیور ججن. خب اینجا هم قراره با آره. شکم بره اونجایی که نباید بره. اینجاش هم به خاطر کپی رایت آهنگشو نمیذاره. اصول بابا این بادکنکه صداشو خوب در آورد. آهنگش جدیده. بزن دسته دردش میگیره خیلی خنده داره. بیشتره به حق پنجشنی برازن میاری اون دنیا بچه ها بابا من میخوام یه گام بزنم چند روز از ماتم بگیرم من میگم وسط چرا این کارو میکنه؟ آی بیون بی زمین به چخ ای جان. ترکی اینا رو اگه بکنه خیلی خفن میشه. شاهن الان چی؟ اصلا این یعنی خدا. خب خندی یه صبح خندی یه صبح دا 26 بیاد. نگاه با نمیشه، نگاه کن وقتی میزنه خود دردش میگیره خیلی مسخره بازی در میاره. یکم کمتر چون دیگه دهنم رو حس نمیکنم. وای خیلی زیاد ریخت. علی کجاست؟ علی هم بیا اینجا رد شه. اوش من اینجا علی هم همینجاست نشسته علی داره بیا نگاه یکم می‌کنه. بخندی. صدای خندش چند تا سکانس اومد. چه کاری؟ خاطر اینکه نفهمیدم همینجوری این نباید بخندم خب من دلیل این کپی رایت رو نمیفهمم. من دلیلش نمیدونم چیه دلیل کارش چیه تمام شد. یعنی تو فقط تو طول این ویدیو یه بار خندیدی؟ سونه جدی داخل جدیدی چند بار خندی برای چی شما مخفیانه با هم قرار گذاشتید؟ یه قیمتش که خیلی نه خوبه. عزیزم چی میخواد بشه؟ بیا بشین تو. نه مامان نمیشونم. کدوم بود
بچه افتاده اسلایم خوردن. نتایج آزمایش ها خوب نبوده ولی بچه سالم اون ویدیو رو ببینین که خیلی ویدیوی خفنی شده، اما توی این ویدیو هر کسی که بیشتر بخنده باخته و مجازاتش هم خوردن اسلایمه. و بچه اگه میخواین سعی کن نخندی بعدی و زودتر براتون بذارم، لایک این ویدیو رو ببریم. 2 1 این چه ناموزه چه سمو رو خدا. آجی تو که داری میخندی اسکول. الان تو یه بار خندیدی 1-0، یعنی تو یه بار خندیدی من هیچ بار. تا الان 1-1. هیچ بار؟ آره من هیچ بار نخندیدم. علی آماده باش نخندی بیچاره، با اسلایم بخوری ها. چه کاریه؟ چه میدانه؟ چه میدانم چه کاریه؟ تو فهمید چطور؟ اون میتونیم یه جای معروف با کلاس رو بسید کنیم مهمون تغيير ما تضحكوك ما زيزي اخي ما شغلتني ما ضغطت زي ما شغلتي دخترم تو خودت رو به خواب زدی دختر آها خب دیگه کم کم. شما هم خسته راه هستی. آره بهتره بریم دوره میخونه سگه. اصلا فان نبود. سرجمش میاد. 作为专业的演员。 علی فهمیدی چی شد؟ اینجا فهمید دارن پشت شیشه با هم دعوا میکنن، بعد سگه اومد پشت شیشه کنار اون سگه آب خورد، کنارش بودا، بعد دوباره اومدم اون پشت دعوا کرد. نه خندیدم اون پشت خندیدن. این خنده است؟ خنده یعنی این یعنی خنده. این خنده نبود، داشتم بهت یاد میدادم سعی کن نخندی، بلد نیست بعد از 1000 تا سعی نکن نیارش دوباره. تو نکن. شبتون بخیر انگول نکرد یا آمپول بهش زد. اومده بودم به واسه بزنم خونه
خیلی سخت کنترل کردن. میشناسمش اون واقعا نمیتونستم خودم رو کنترل کنم. نمیتونستم تحمل کنم. بابا تو دیگه خیلی ترسیدی که اسلایمر رو بخوری دیگه، به خاطر همین اینجوری کنترل کرده خودتو. تا الان علی یه بار خندیده، منم یه بار خندم، مساویم. فعلا کسی مجازات نمیشه. بزن بریم ادامه. فوتبال.咚咚呲咚呲咚呲咚咚咚，你好。Oh my god. حرکت جون سینویی زد بعد. I have no idea. نه وقتی میگه این خنده حساب میشه دیگه. اینجوری کردم به خدا این حساب نیست. بابا اینجوری کردی. خب من این حسابش کردم دیگه. حسابش کردم شدم یک دیگه. یه بار خنده. آره خب ولی من اینجوری کردم. این صدا نباید بیاد. این خنده حساب. نه. این دفعه حساب نمیکنم، ولی اگه یه بار دیگه بخندی حساب میکنم. اینجوری کردم. تا الان یکی اتوبوسی اینجوری بود جلو. اصلا چطوری راننده داشت رانندگی میکرد؟ چطور برعکس میره گاهه. موشه. हेलो मैं गड्डी करवाना है आया मैं چی میدونم تو هندی دارن. सॉरी ये कटिंग करो फिर मैं ये कटिंग कर बैठेंगे तो कटिंग करूंगा सॉरी तू कटिंग करो चल तू कटिंग करो मैं थोड़े करते हैं बाला नहीं कटिंग कर रहा बाला नहीं कटिंग कर داره با توپ بازی میکنه خروسه. پشمام چه باحال. بامزه. باحاله با خروس فوتبال. خروسه که روپایی میزنه. شوقه. تو اینقدر چه کاری بود؟ حالا توی هیچ سعی کن نخندی مساوی شدیم ما. اصلا دیدی بود؟
اسکل. قرار بود اونی که میبازه مجازات بشه، اما ما هیچ کدوممون نباختیم و مساوی شدیم و اسلایمو در نتیجه نمیخوریم، فقط پس براتون بازش میکنیم. ببینید که چه سمیو میخواستیم به خورده ما بدیم بچه. این مجازات چه مجازاتی؟ ما الان اینو بخوریم میمیریم. قرار بود ما همچین چیزی رو بخوریم بچه. نگاش کنید. آره یه اسلایم شیمیایی که میمردیم اگه میخوردیم بچه. آره نگاه کن بعد بگیم مومون. بچه دمتون گرم که این ویدیو رو دیدین. گفتم اگه میخواین سعی کن نخندی بعدی رو خیلی زود براتون بذارم با یه مجازات وحشتناک. خندیدم.